باره در پاریژ من یک رسام تاجیکستانی را دچار کردم. پس از انقلاب دیر نگذشته او به ایتالیا خواندنی رفته، اونجا زن ایتالیایی گرفته به وطنش برنگشته است. این تاجیکستانی به گیر و مان کوهستان آموخته شده به وطن نوش با دشواری عادت میکند. او تمام روی زمین را چرخ میزند، در شهرهای زیبای مملکت‌های بسیار اقامت میکند، اما کجای رود غصه همراهش. خواستم این غصه او را که با رنگ‌ها عکس یافته است بینم. بنابراین خواهش نمودم که رسم‌های کشیده خود را نشان دهد. یک صورتش یادی وطن نام دارد. در صورت زن ایتالیایی همون زنی خودش که در بر لباس چکن تاجیکی دارد تصویر یافته است. زن در لب چشمه در دست کوزه نشسته است. در نشیبی کوه دهی خانه‌هایش پاکسر دیواری تاجیکی با رنگ‌های حزن‌آور تصویر شده است. کوه‌ها سرخم، کله‌های کوه‌های تومن پوش. تومن اشک کوهسار گفت رسام. هنگامی که نشیبی کوه‌ها را تومن می‌پیچاند، از آژنگ‌های جبین شاخه‌ها دانه‌های شفاف آب جاری می‌شود. این تومن منم. در صورت دیگر پرنده‌ای را دیدم که بر شاخ آلوی کوهی نشسته است. آلو در میان سنگستان رویده است. پرنده خانش دارد. کوهستانی زن از تریزه خانه به پرنده با چشم حسرت می نگرد. رسام دید که به رسمش با رغبت می نگرم، چنین شرح داد. این رسمی که می بینی از روی افسانه قدیمه تاجیکی است. کدام افسانه؟ همان که پرنده را داشته به قفس می اندازد. پرنده در بند افتاده شب و روز وطن وطن می گوید. خودی من بری. صاحب پرنده اندیشه می کند چه خیل باشد وطنش، کجا باشد آن؟ شاید وطنش یک مملکت خرم و زیبای باشد که آنجا درختانی بهشتی در شکفتن و مرغان جنت در خوانشند. بیا این پرنده را آزاد بکنم و ببینم کجا پرواز دارد. با همین اندیشه دریچه قفس را می‌گشاید. پرنده می‌براید و تقریباً 10 قدم می‌شیند. معلوم گردید که لانه او در شاخ همین آلوی کوهی بوده است. افسوس که به وطن خود من هم از تریزه قفس خود می نگرم. چرا گشته نمی روید؟ دیر شد. در وقتش از وطنم دلی جوانی پر حرارت آورده بودم. آیا می توانم اکنون بجای آن استخوان‌های فرتوت خود را ببرم؟ از پاریژ برگشتم و خویش و تبار آن رسام را جسته یافتم. حیرتی داشتم که مادرش هنوز زنده است. خویش و تبار حکایت مرا در حق فرزند غریبشان که ترک وطن کرده دیار عزیز خود را به سرزمین بیگانه عوض نموده است با دلی پر حسرت گوش میکردم. اما به نظرم
آنها از گناهش گذشته بودند و به هر حال زنده بودن او را شنیده شادی میکردند. به ناگاه مادرش پرسید: به تاجیکی گپ زدید؟ نه، به واسطه ترجمان. من به روسی، پسرتان به فرانسوی. مادر رویش را با رویمال سیاه پوشاند، چنان که هنگام شنیدن مرگ پسر می پوشاند. بالای بام باران می بارید. در گوشه دیگری دنیا، در پاریس هم شاید آن فرزند ناقابل تاجیکستانی صدای باریش باران را گوش میکرد. پس از خاموشی دور و دراز مادر گفت: تو غلط کردی رسول، پسری من کیها مرده است. وای پسری من، نه پسری من، زبانی من، زبان مادری تاجیکی یاد داده را فراموش نمی کرد. دلیل زنده بودن گر زبان است، زبان مادری شیرین چو جان است. الها تا جهان پاینده باشد، زبان مادری ما زنده باشد.